چرا کلاغ شاهزاده خانم کوچولو رو در اون شب طوفانی دزدید؟ این داستان رو دنبال کنید تا از سرنوشت شاهزاده خانم مطلع بشید. بعد از ناپدید شدن شاهزاده خانم، کل پادشاهی مشتاقانه به دنبال شاهزاده خانم کوچولو بودن. اعلی حضرت، من یه نوزاد رها شده پیدا کردم. این خاله گل مادرزادی، اون واقعا دختر ماست. کارتو خوب انجام دادی، بهت پاداش میدم. بگو چی میخوای؟ من فقط میخوام برای کار در قصر از شما اجازه بگیرم اعلی حضرت. از این به بعد دخترم زندگی تجملی و پر از فراوانی خواهد داشت. معلوم شد خود اون بود که شاهزاده خانم واقعی رو دزدیده بود. اون همینطور گلخال مادرزادی رو درست کرد تا نوزاد مبدل بشه. سپس شاهزاده خانم واقعی رو در اعماق جنگلی خطرناک رها کرد. خوشبختانه شاهزاده خانم کوچولو توسط خدای یوز پلنگ پیدا شد و نجات پیدا کرد. اون قوی و سالم بزرگ شد. به لطف خدای یوز پلنگ هر روز بیشتر و بیشتر به مانند یه جگوار می شد. اما با ظاهر شدن لکه های یوز پلنگ علامت تولد شاهزاده خانم پوشیده می شد. اون آزادانه با هویت جدیدش به نام تریسی زندگی می کرد. اگرچه اون به دلیل ظاهر وحشتناکش که مانند یوز پلنگ بود اغلب اطرافیانش رو می ترسوند. بنابراین هنگام ورود به روستا اغلب مجبور بود خودش رو مبدل کنه. یه بار تریسی شاهزاده گری رو که در حال بازدید از پادشاهی بود دید. شاهزاده گری داره میاد، چقدر خوش تیپه. معلوم شد شاهزاده اومده بود تا جشنی رو برای پیدا کردن عروس اعلام کنه. از همه زنها دعوت کرد تا شرکت کنند. ظاهر شاهزاده افراد زیادی رو جذب خودش کرد، از جمله تریسی. اون واقعا خوش تیپه، اما من نمیتونم با کسی به این نجیبی آشنا بشم. چرا اینجوری راه میری؟ متاسفم. اون نشونه یعنی ممکنه؟ برای اولین بار تریسی تحت تاثیر شخصی نجیب زاده قرار گرفته بود که بسیار با اون تفاوت داشت. مهم نیست که چی کار میکنم، هرگز نمیتونم این لکه های یوز پلنگی رو پنهان کنم. اون به سمت جایی که صدای فریاد بلند شد رفت. پرنسس گریو در حال جنگیدن برای محافظت از برادر کوچکترش در برابر یک خرس وحشی دید. بنابراین تریسی کمک کرد تا حواس خرس پرت بشه و شاهزاده و برادرش رو فراری داد. ممنونم که نجاتم دادی. من پرنسس گریم و اینم برادرمه. اسم تو چیه؟ من تریسی هستم. زیر نور ماه چهره تریسی برای مدت کوتاهی مشخص شد و شاهزاده رو ترسوند. صورتت؟ یوز پلنگ، خواهش میکنم منو نخور. نگاه ترسناک در چشمان شاهزاده تریسی و آزرد و باعث فراری شد. جادوگر ستمکار جونی تریسی رو دنبال کرد و شاهد همه چیز بود. اون به دنبال تریسی به جنگل رفت و وانمود کرد که با اون برخورد کرده. اوه، حالت خوبه؟ من حالم خوبه. چرا انقدر بی احتیاط راه میری؟ داری به چیزی فکر میکنی؟ من خوبم و باید برم. به من بگو مشکلت چیه؟ من بهترین جادوگر این پادشاهی هستم. شاید بتونم بهت کمک کنم. میتونی ظاهرمو تغییر بدی؟ هیچ مشکلی نیست. این معجونو بنوش و زیباترین دختر این پادشاهی شو. شگفت انگیزه. حالا میتونم در جشن شرکت کنم. خیلی ازتون ممنونم. کلاغ، به دخترم خبر بده. در روز جشن تریسی شیکترین لباس رو برای شرکت در اون جشن پوشید. نجیب زاده های مشهور دیگه ای از جمله والدین بیولوژیکی تریسی هم برای جشن اومده بودن و متوجه اون شدن. خانم جوان، لطفاً. متشکرم اعلی حضرت. تو هم احساس میکنی اون دختر برای ما خیلی آشناست، نه؟ تریسی از تجمل و غذاهای خوشمزه و بیشمار تو مهمونی شگفت زده شده بود. چه حال به هم زن؟ شاهزادگری وارد میشود. ظاهر شاهزادگری توجه همه رو به خودش جلب کرد.
خانم زیبا، با من میرقصی؟ شاهزاده‌گری محصور زیبایی تریسی شده بود، اما فکر نمی‌کرد که این همون دختری باشه که شب قبلش جونشو نجات داد. باعث افتخاره. اون دختره کیه که جرأت میکنه موقعیت منو بدزده؟ نگران نباش دخترم، سرگرمی تازه شروع شده. جادوگر سقفو باز کرد و نور ماه به شدت به سالن تابید. در زیر نور ماه تریسی ناگهان جلوی چشم همه به شکل قبلی خودش یعنی جگوار برگشت. تو همون دختر روز قبلی. همه از ظاهر ترسناک تریسی وحشت زده شده بودند. به نظر میرسین همون دختریه که قبل تر دیدی. اون دختر یوز پلنگ قصد داره شاهزاده رو بخوره. سریع اون دختر یوز پلنگ و قبل از این که به همه حمله کنه بگیرید. سربازا هجوم بردن تا تریسی رو محاصره کنن، اما هیچ کدام از اونا نتونست به سرعت اون برسه. راز تریسی شاهزاده‌گری رو کنجکاو کرد و تصمیم گرفت اونو تعقیب کنه، اما تریسی ناپدید شده بود. اون دختر کیه؟ برای چی نجاتم داد؟ شاهزاده کجا داره میره؟ مادر، با اون دختره یوز پلنگ که جرأت کرد شاهزاده رو بدزده یه کاری کن. اجازه بده تا درستش کنم. اخبار مربوط به تریسی پخش شد که باعث ترس در بین مردم شد. اونا از خانواده سلطنتی درخواست دستگیری تریسی رو داشتن. با تعقیب دیوانه‌وار سربازها به سرعت مادر تریسی رو محاصره کرده و به عنوان گروگان گرفتنش رو به دادگاه بردن. وقتی تریسی برگشت متوجه شد که مادرش اسیر شده و اونو به دادگاه بردن. اون به سرعت به محل زندانی شدن مادرش رفت. این همون یوز پلنگیه که در روزهای اخیر باعث ترس شد. حالا باهاش مقابله میکنم. مادرمو سریع آزاد کن. هیولای کوچولوی حال به هم زن. الان دیگه هیچ راه فراری نداری. شاهزاده خانم یوز پلنگ چابک با تمام حملات جادوگر و سربازها مبارزه کرد. چه اتفاقی داره میفته؟ تریسی! یوز پلنگ مادر با دیدن حمله به دخترش سعی کرد که از قفس آهنی بیاد بیرون و بعد اونو به سمت جادوگر هل داد، اما جادوگر واقعا باهوش بود. قفس رو کنار زد و باعث شد که به طرف شاهزاده‌گری بیفته. حالت خوبه؟ تو دوباره منو نجات دادی. تریسی قفس آهنی رو پرت کرد به گوشه‌ای و برخورد کرد به پایستر. جونی، نجاتم بده. جادوگر از جادوش برای شکستن قفس آهنی برای نجات جون پایستر استفاده کرد. پایستر دخترم، تو حالت خوبه؟ اوه دخترم خوشبختانه سالمی. صورتت کثیف شده، بذار برات پاکش کنم. این چیه؟ خاله مادرزادی از بین رفته؟ غیر ممکنه، اون یه خاله مادرزادیه. ممکنه پایستر دخترمون نباشه. من از هیچی خبر ندارم. همش به خاطر اون جونی جادوگره. جادوگر غافل از اینکه دخترش لو رفته به مبارزه با تریسی و یوز پلنگ مادر ادامه داد. شاهزاده‌گری هم به کمک رفت، اما به سرعت توسط جادوگر شکست خورد. یوز پلنگ مادر هم شکست خورد. فقط تریسی مستقیما با جادوگر می جنگید. تریسی که خسته شده بود با حمله های جادوگر به گوشه ای افتاد. هیچ راهی به بیرون نیست. شاهزاده خانم یوز پلنگ. حالا شاهزاده خانم واقعی برای همیشه میره و هیچ کس نمیتونه موقعیت دختر منو تهدید کنه. جونی، چی داری میگی؟ سربازا دستگیرش کنین. پادشاه و ملکه به موقع نزدیک شدن تا تمام حقایق رو بشنون. سوء تفاهم شده. فقط یه سوء تفاهمه اعلی حضرت. اون دختر حتی گل خاله مادرزادی رو هم نداره. خاله مادرزادی که بهش اشاره کردی؟ اینه درسته؟ بله، این دقیقا همون گل خاله دخترمه. دخترم، از اینکه اون روزا نتونستم ازت محافظت کنم معذرت میخوام. مادر، پدر، خانوادمو پیدا کردم. جونی، زود باش دخترم ما به شکل انسانی در بیار. سریع. نیازی نیست پدر. یوز پلنگ مادر منو بزرگ کرده و چیزای خوبی برام آورده. من عاشق این شکل خودمم.
مهم نیست چطور به نظر میای. تو هنوزم برای من آدم فوق‌العاده‌ای هستی. بنابراین مادر و دختر فریبکار جونی و پایستر به درستی به خاطر جرماشون مجازات شدن. از اون زمان به بعد تریسی هویت واقعیش رو به دست آورد و در کنار خانواده و عزیزانش شاد زندگی کرد.